سلام بر شما شنوندگان عزیز. کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هریت آن کلاوزر تنها یک کتاب درباره هدف گذاری نیست، بلکه یک نقشه راه عملی برای گفتگوی مؤثر با جهان درون و برون شماست. تصور کنید کلیدی در دست دارید که قادر است افل تحقق آرزوهایتان را بگشاید. این کتاب به شما می‌آموزد که چگونه از این کلید استفاده کنید. ایده مرکزی کتاب شگفت‌انگیز است. عمل فیزیکی نوشتن اهداف و آرزوها به طور سیستماتیک احتمال محقق شدن آنها را افزایش می‌دهد. اما چرا و چگونه؟ کلاوزر با سالها تحقیق و جمع‌آوری صدها داستان واقعی از افراد مختلف، از مدیران کسب و کار گرفته تا هنرمندان، خانه‌دارها و دانشجویان، به این نتیجه رسیده که نوشتن نوعی جادوی عملی است. جادویی که ریشه در علم روانشناسی و عملکرد مغز انسان دارد. این روش پلی است بین آرزوهای ذهنی و واقعیت عینی. بخش دوم، مکانیزم‌های شگفت‌انگیز. چرا نوشتن چنین تأثیر قدرتمندی دارد؟ برای درک این قدرت باید با مکانیزم‌های پشت پرده آشنا شویم. 1. فعالسازی سیستم فعالساز شبکه‌ای. راس. این بخش از مغز شما مانند یک مدیر دفتر بسیار کارآمد عمل می‌کند. هزاران داده‌ای حسی هر ثانیه به مغز شما می‌رسد و راس تصمیم می‌گیرد کدام یک مهم هستند و به خودآگاه شما راه پیدا کنند. وقتی شما هدفی را به وضوح روی کاغذ می‌آورید، در واقع به RSS خود دستور می‌دهید به این موضوع اولویت بده. نتیجه این می‌شود که ناگهان شروع به دیدن مقاله‌ها، افراد و راه حل‌هایی می‌کنید که همیشه وجود داشتند اما قبلاً آنها را نمی‌دیدید. 2. درگیر کردن هر دو نیمکره مغز. نوشتن دستی یک فعالیت کامل مغزی است. نیمکره چپ که مسئول منطق، ترتیب و کلمات است، مشغول ساخت جملات می شود. نیمکره راست که مسئول خلاقیت، تصاویر و احساسات است، شروع به تجسم و احساس کردن آن هدف می کند. این همکاری یک طوفان کامل خلاقانه ایجاد می کند. 3. تبدیل انتزاع به عینیت. یک فکر یا آرزو در ذهن مانند ابری است که مدام تغییر شکل می‌دهد. اما وقتی آن را می‌نویسید، گویی آن ابر را به یک قطعه یخ سفت و قابل لمس تبدیل کرده‌اید. این کار به هدف شما جسمیت می‌بخشد و رسیدن به آن را برای ذهن شما قابل تصورتر می‌سازد. 4. ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری روانی. نوشتن یک هدف یک قرارداد با خود است. این عمل ساده بار روانی مثبتی ایجاد می‌کند که شما را ناخودآگاه به سمت اقداماتی که با هدف نوشته شده همسو هستند سوق می‌دهد. بخش سوم، هنر نوشتن برای تحقق، یک راهنمای گام به گام و پرجزئیات. حالا چگونه باید بنویسیم که این قدرت آزاد شود؟ کلاوزر اصول کلیدی را اینگونه برمی‌شمارد: بداست نوشتن با دست. اگرچه تایپ کردن هم بهتر از هیچ است، اما نویسنده تاکید ویژه‌ای بر نوشتن با دست دارد. ارتباط عصبی بین دست، مغز و کلمات در این حالت بسیار قوی‌تر است و اثر عمیق‌تری بر ناخودآگاه می‌گذارد. قانون وضوح و جزئیات. از کلیگویی بپرهیزید. به جای شغل بهتری می‌خواهم، بنویسید من به عنوان مدیر بازاریابی در یک شرکت معتبر بین‌المللی در حوزه فناوری سبز با درآمد ماهانه 80 میلیون تومان، حقوق ثابت، پاداش سالانه و بیمه تکمیلی کامل مشغول به کارم. هر توی تصویر شما واضح تر باشد، مغز و جهان بیرون بهتر می‌دانند چگونه به شما کمک کنند. نوشتن به زمان حال و به صورت مثبت. ضمیر ناخودآگاه شما با زمان حال و جملات مثبت بهتر کار می‌کند. نگویید من بدهی‌هایم را پرداخت خواهم کرد. بگویید من از داشتن حساب‌های بانکی کاملاً آزاد و سالم احساس غرور و آرامش می‌کنم. گویی همین الان به آن رسیده اید. تزریق احساسات. این مهمترین بخش است. وقتی می‌نویسید فقط لیست نکنید. هدف را با تمام وجودتان احساس کنید. شادی، غرور،
قدردانی و هیجان رسیدن به آن هدف را در خود زنده کنید. احساسات مانند موتور محرکه این فرایند هستند. تداوم و تکرار. نوشتن اهداف یک بار کافی نیست. آنها را مرتباً مرور کنید. بازنویسی کنید و با جزئیات بیشتری رنگ‌آمیزی کنید. می توانید یک دفترچه تقدیر داشته باشید و هر روز چیزهایی را که دوست دارید در زندگیتان تقدیر شده ببینید بنویسید. پذیرش عدم وابستگی. پس از نوشتن، هدف را به جهان هستی بسپارید. وسواس به خرج ندهید. با اعتماد عمل کنید و بر روی اقدامات کوچک و منطقی که پیش می‌آیند متمرکز شوید. بخش 4. گالری موفقیت. داستان‌های واقعی از تحقق رویاها. این کتاب با داستان‌های واقعی زنده و قابل لمس شده است. به چند نمونه توجه کنید. داستان خانه رویایی. زنی که به دنبال خانه‌ای خاص با حیاطی بزرگ و یک درخت بلوط بود، نه تنها این مشخصات را نوشت، بلکه احساس تعلق و آرامش در آن خانه را نیز توصیف کرد. ماه‌ها بعد، در حالی که تقریباً ناامید شده بود، به طور تصادفی خانه‌ای را دید که دقیقاً مطابق توصیفاتش بود و حتی صاحب خانه که ارتباط عاطفی خاصی با خانه داشت، او را مستاجر ایدئال خود دانست. داستان پیشرفت شغلی. مردی که در یک شرکت کوچک کار می‌کرد، هدفش را نوشت. ارتقا به سمت معاونت و مدیریت یک تیم 10 نفره. او جزئیات مسئولیت‌ها و حتی فضای دفتر جدیدش را توصیف کرد. چند ماه بعد، شرکت با یک شرکت بزرگتر ادغام شد و به دلیل شایستگی‌هایش دقیقاً در همان سمتی که نوشته بود منصوب شد. داستان یافتن عشق. جوانی که لیستی بسیار دقیق از 72 ویژگی همسر ایدئالش نوشته بود، از مشخصات ظاهری و علایق گرفته تا ارزش‌های عمیق اخلاقی و معنوی. دوستانش او را مسخره می‌کردند، اما 1 سال بعد در یک سفر کاری با کسی آشنا شد که برخلاف برخی معیارهای ظاهری اولیه، در 18 مورد از آن 22 ویژگی با معیارهایش تطابق داشت و امروز همسر اوست. آل داستان بهبود سلامت. زنی که برای بهبود یک بیماری خاص نه تنها سلامتی را نوشت، بلکه دقیقاً نوشت که دوست دارد چه فعالیت‌های فیزیکی را با چه انرژی انجام دهد. او سپس به طور ناخودآگاه به سمت اطلاعات، پزشکان و تعبیرات سبک زندگی جذب شد که در نهایت منجر به بهبود چشمگیرش شد. این داستان‌ها نشان می‌دهند که نوشتن چگونه تصادفات خوشایند را به وجود می‌آورد و مسیرهای نامرئی را به هم بسک می‌کند. بخش 5. عبور از موانع و پاسخ به پرسش‌های بنیادین. سوال: اگر نتوانم به هدفی که نوشتم برسم چه می‌شود؟ آیا شکست خورده‌ام؟ پاسخ: کلاوسر تاکید می‌کند که این فرایند درباره کنترل کردن نتایج نیست، بلکه درباره همسو شدن با جریان زندگی است. گاهی نتیجه‌ای که می‌گیرید حتی از آنچه نوشته بودید بهتر است. گاهی نیز مسیر رسیدن به هدف، درس‌ها و رشد شخصیتی برای شما به ارمغان می‌آورد که ارزشمندتر از خود هدف است. این یک سفر است، نه یک مقصد ثابت. سوال: آیا این کار نوعی تنبلی و رویاپردازی محض نیست؟ پاسخ: قطعاً نه. این روش جایگزین عمل و تلاش نمی شود، بلکه مکمل آن است. نوشتن به شما جهت‌دهی می کند و به تلاش‌هایتان تمرکز و انرژی می بخشد. شما می نویسید و سپس اقدام می کنید. نوشتن شما را به فردی فعال و هوشیار تبدیل می کند که فرصت‌ها را بهتر تشخیص می دهد. سوال: اگر هنوز نمی‌دانم واقعاً چه می‌خواهم، از کجا شروع کنم؟ پاسخ: این یکی از بهترین کاربردهای نوشتن است. دفترچه‌تان را بردارید و بنویسید: در حال حاضر دقیقاً نمی‌دانم چه می‌خواهم، اما احساس می‌کنم که زندگی من در زمینه‌های X، Y و زیتا نیاز به بهبود دارد. سپس درباره احساساتتان، چیزهایی که دوست ندارید و چیزهایی که فکر می‌کنید ممکن است شما را خوشحال کند بنویسید. خود این عمل به تدریج مه را کنار می‌زند و وضوح ایجاد می‌کند. بخش 6.
فراتر از اهداف مادی، نوشتن برای معنویت و روابط. این روش فقط برای اهداف مالی و شغلی نیست. شما می توانید بنویسید تا روابطتان را بهبود بخشید. بنویسید که دوست دارید رابطه با همسر، فرزند یا والدینتان چگونه باشد. بر احساس عشق، درک متقابل و صلح تمرکز کنید. رشد شخصی و معنوی داشته باشید. بنویسید که می‌خواهید چه ویژگی‌هایی مانند صبر، شجاعت یا بخشش را در خود تقویت کنید. قدردانی را تمرین کنید. نوشتن چیزهایی که هر روز بابت اونها سپاسگزارید معجزه می‌کند. این کار دیدگاه شما را به زندگی به کلی تغییر می‌دهد و فراوانی‌های بیشتری را جذب می‌کند. بخش 7، جمع‌بندی نهایی. قلم تو عصای جادویی توست. کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد در نهایت به ما این پیام امیدبخش را می‌دهد: ما تنها نیستیم و جهان در پاسخ به خواسته‌های واضح و پر احساس ما به شکلی اسرارآمیز همکاری می‌کند. نوشتن زبان مشترک ما با این هوش کیهانی است. این کتاب یک دعوتنامه است. دعوت به این که قلم را بردارید و نویسنده سرنوشت خود شوید. از امروز شروع کنید. از چیزهای کوچک. یک دفترچه زیبا برای خود انتخاب کنید و سفر نوشتن را آغاز کنید. شاهد باشید که چگونه ایده ها شکل می گیرند، راه ها گشوده می شوند و اتفاقات زیبا یکی پس از دیگری وارد قصه زندگی شما می شوند. به خاطر بسپارید. بزرگترین مانع در مسیر تحقق آرزوهایتان تردید و به تعویق انداختن است. شجاعت داشته باشید و اولین کلمه را بنویسید. بقیه داستان خودش خواهد نوشت. سپاسگزارم که تا پایان این کتاب صوتی همراه ما بودید. امیدوارم لحظاتی پربار، آرام و الهام بخش رو تجربه کرده باشید. اگر این روایت براتون دلنشین بود، با سابسکرایب کردن کانال ما در یوتیوب از ما حمایت کنید و به جمع دوستداران کتاب بپیوندید. شنیدن کتاب‌های بیشتر تنها با یک کلیک فاصله دارد. همچنین اگر این تجربه را دوست داشتید، اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا دایره دانایی و لذت شنیدن گسترده تر بشه. تا دیداری دیگر، بدرود.